بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به نشر نوبتی برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی. امروز 18 اکتبر است و چون همیشه نخست از سرخط موضوعها شروع می‌کنیم. قانون عفو زندانیان قبول می شود یا نه؟ سر و صداها هست ولی مقامات تصدیق یا رد نمی‌کنند. اسرائیل گفت یحیی سینوار کشته شد. او بعد قتل اسماعیل هنیه در آخر ماه ایول امسال در تهران رهبر گروه حماس گردید. راننده‌های عصبانی و مسافران خشمگین، چرا مشکلات تنبشوی ماشین‌ها در راه‌های دوشنبه از بین نمی‌رود؟ خیلی مسافر هر گپ گفتم اگر ما دیگه طاقت میکنیم چیکار میکنیم؟ بازم کوتاکم حرکت هستم، مایده هم کلان مسافرم. مقامات روسیه گفتند که در ادامه عملیات‌ها برای کشف مهاجران غیرقانونی در یک هفته گذشته بیش از 2000 مهاجر کوری از جمله مهاجران تاجیک را از مسکو راندند. خبرگزاری تاس با تکیه به اطلاع وزارت امور داخلی نوشته است در مرحله دوم عملیات نیلگال 2024 که چند ماه است ادامه دارد، 10,000 شهروندان خارجی را برای رعایت نکردن قاعده‌های اقامت در روسیه به جوابگری جنایی کشیدند. از بازداشت 600 مهاجر کوری که پتن نداشتند گزارش شده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کاری مناسب و درآمد بیشتر به روسیه می‌روند. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس هزاران شهروند تاجیکستان را به روسیه راه ندادند و هزاران تن دیگر را از این کشور اخراج کردند. در تاجیکستان امروزها گفتگوزارها زیاد است که شاید پرزیدنت امالی رحمان به افتخار 30 سالگی پذیرفته شدن قانون اساسی یا کنستیتوسیا عفو اعلان کند و ممکن هزاران نفر آزاد شوند. حکم افراد زیادی را کوتاه کنند و پرونده های جنایی بعضی ها را بندند. با درخواست شما بینندگان عزیز، همکاران ما تلاش کردند تا کجا واقع بودن این سر و صدا و احتمالیت قبول این قانون را معلوم کنند. همکار ما مولرجب یوسفی در استودیو درباره من است حالا و موضوع را پیگیری داشت. مولرجب سلام. مقامات آیا هیچ اشاره به قبول قانون عفو میکنند و چی میگویند که سر و صداها حقیقت دارند یا اینکه دروغ است؟ سلام شهلا، درود بینندگان عزیز. سر و صداها درباره قبول قانون عفو را مقامات تاجیکستان تصدیق یا رد نمی‌کنند. در وزارت عدلیه به رادیوی آزادی گفتند در این باره چیزی نگفتند و فقط افزودند که این مسئله در صلاحیت سرریاست اجرای جزا است. در اینجا روز 16 اکتبر هیچ مسئول حاضر نشد که موضوع را به خبرنگاران رادیوی آزادی شرح دهد. یک افسر نوبتدار این نهاد گفت که همه مسئولان در جلسه مهمی بندند، اما این افسر افزود که همه روزه 10 تن به آنها نیز مراجعت میکنند و در مورد کی قبول شدن این قانون سوال میدهند. سر و صداها درباره قبول قانون عفو در تاجیکستان از تابستان امسال در میان قشرهای گوناگون جامعه چرخ میزنند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه 9 آگوست امسال در نشست خبری قبول قانون عفو را تصدیق یا رد نکرده گفته بود که این صلاحیت استثنایی پرزیدنت است. در تاجیکستان سالهای اخیر خبری درستی قبول قانون عفو را تا لحظه امضا شدنش از سوی پرزیدنت رسانه‌ای نمی‌کنند. دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان هم روز 16 اکتبر گفت که تا این لحظه هیچ لایحه به این نهاد وارد و از سوی وکیلان بررسی نشده است. مولرجب، آیا از حلقه‌های زندانیان و یا مسئولان زندان‌ها خبرهای در این باره هست یا نه؟ بله شهلا، نزدیکان زندانیان با نقل قبل از پیوندان محبوسشان میگویند که خبری به نزدیکی قبول شدن این قانون در زندانها چند است چرخ میزند، ولی جزئیات این قانون که کدام بخشی محبوسان را فرا میگیرد معلوم نیست. یک وکیل دفاع که نخواست نامش برده شود روز 15 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که این قانون روزهای نزدیک قبول می شود. همچنین فرزند یکی از محبوسها گفت که مسئولان زندانی که پدرش آنجا ادای جزا می کند اسناد او را بررسی کرده گفتند که جنایتی که شما کردید شامل قانون عفو نمی شود. به گفته این منبع انتظار می رود قانون قبل از 6 نوامبر که روز قبول قانون اساسی تاجیکستان است پذیرفته شود. در تاجیکستان بار اخیر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی قانون عفو قبول گردیده بود که طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایتی و ادای جزا آزاد گردیدند. بنا به معلومات رسمی حکومت تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی کشور 17 بار قانون عفو قبول گردیده در مجموع 170,000 نفر را فرا گرفته است. تشکر همکارم مولرجب یوسفی درباره سر و صداها اوید احتمالیت قبول قانون عفو نسبت زندانیان در تاجیکستان صحبت کرد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 17 اکتبر گفت که مرگ یحیی سینوار رهبر حماس فرصت رسیدن به یک سازش سیاسی میان اسرائیل و فلسطینی ها را فراهم کرده است. اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که یحیی سینوار طراحی حمله روز 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل را کشته است. کشتن یحیی سینوار را اسرائیل یکی از هدفهای بزرگ خود در غزه می‌دانست. همکارم مؤمن احمدی در این باره گزارش می‌دهد. یحیی سینوار رهبری بلند مقام حماس سالها تلاش کرد که شاخه نظامی این گروه را در غزه به یک نیروی قوی نظامی تبدیل کند. پس از حمله اسرائیل به غزه سینوار در چنین نقبی زیرزمینی پنهان بود، ولی روزی سه‌شنبه تصادفاً در حمله اسرائیل به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل نواری آخرین لحظه زندگی یحیی سینوار را نشر کرد. مردم غزه، جنگ فردا میتواند تمام شود اگر حماس سلاحش را به زمین گذارد و گروگانها را برگرداند. پرزیدنت جو بایدن در راه به سوی آلمان بود که خبر کشته شدن سینوار تصدیق شد. او به نتانیاهو زنگ زد و مرگ سینوار را تبریک گفته است. وقتی آن رسید که به پیش قدم گذاریم به سوی رسیدن به آتش بس در غزه. باور داشته باشید که ما به سوی حرکت میکنیم که شرایط برای تمام جهان بهتر شود. ارتش اسرائیل میگوید نظامیان حماس را هدف گرفته است، ولی تاکنون در غزه هزاران زن و کودک بیگناه کشته شده است. کامالا هریس به پایان جنگ دعوت کرد. جنگ باید طور خاتمه یابد که اسرائیل آسوده باشد، گروگانها رها شوند، رنج و عذاب در غزه خاتمه یابد و مردم فلسطین حق خود را صاحب شوند، امنیت و آزادی داشته باشند و آینده خود را خودشان بسازند. خانواده های گروگانهای اسرائیلی در دست حماس میگویند با کشته شدن یحیی سینوار باید سازش آتش بس زودتر امضا شود. آنها در شرایط خطرناکتر از گذشته ماندند. از دولت اسرائیل ماموریت ایالات متحده دعوت میکنیم که هرچی زودتر به سازش آتش بس برسند. صرف نظر از فشار افزاینده به حکومت نتانیاهو، خاتمه دادن به جنگ در غزه شاید در حال حاضر هدف اصلی اسرائیل نباشد. توجه اسرائیل و آمریکا حالا بیشتر به لبنان است، زیرا امکان ناتوان کردن حزب الله وجود دارد و این یک چیزی است که همه متحدان آمریکا در منطقه، عربستان سعودی، مصر و دیگران به آن توجه زیاد دارند. ساکنان غزه که در جنگ یک ساله آسیب جدی دیدند میگویند مرگ سینوار احتمال پایان جنگ نخواهد بود. اسرائیل بمباران غزه را ادامه میدهد. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 2 میلیون، تقریباً 90% ساکنان غزه از گرسنگی رنج میکشند. امریکا به اسرائیل هفته گذشته هشدار داد که اگر اجازه بیشتر وارد شدن غذا به غزه را ندهد، انتقال سلاح را کم میکند. سازمان و کشورهای کمک رسان از آسمان و زمین به غزه کمک می رسانند. اما سازمان ملل می گوید کمک ها ناکفایند و اسرائیل برای کمک رسانی مانع ایجاد می کند. بینندگان ارجمند، در این فرصت برنامه پاره از مباحثه گپی آزاد را میبینیم که درباره شرکت نکردن هیئت حکومت تاجیکستان در یک نشست مهم درباره حقوق انسان در لهستان بود. در نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا که اول ماه اکتبر در شهر ورشوا صورت گرفت، جای هیئت تاجیکستان خالی بود. همکار ما میرزا نبی خالقزاد از مصاحبانش پرسید که نمایندگان حکومت از چی ترسیدند که به این نشست نآمدند. حالا شاید که حکومت از بی‌نتیجه بودن همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودن همین بحث ها به یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضا مسئله های مالیوی با وجود میان، بعضا مسئله های تکنیکی با وجود میان، چون که حاضر سانکسی هایی که هستند اجازت نمیتیند که مثلا همون رئیس های عملیات در وقت شوند به سبب به مسکو و واسطه مسکو رفتن نتوانستن هیئت حکومتی. اون وقت ما با واسطه مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفرو راضی هستید؟ چرا هیئت تویسان در این نشست حضور نداشت؟ من این رو یک ضعف و بخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان‌های بین‌المللی را ندارد. و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این بخت حکومت است. شما چه نظر دارید؟ من فکر میکنم که این بخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند و سوالهای آنها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد. دوستان عزیز، برنامه گپی آزاد فردا در همین کانال آزادی ویدیو و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نشر می‌شود. در شهر دوشنبه سالها ساکنان از مشکل تنبشوی ماشین‌ها در راه‌ها اظهار نگرانی می‌کنند. چون این وضع حالا از سوی خود رانندگان تاکسی‌ها و اتوبوس و ترالبوس‌ها تشویش‌آور خوانده می‌شود. چرا سالها باز این مشکل حل خود را نمی‌یابد و اصلاً چی باید کرد تا تنبشوی ماشین‌ها باعث عصبانیت و خشم ساکنان نگردد؟ چون و چرای موضوع در گزارشی علیشیر ظریفی و امیر سویف. خیابانی به نام سعدی شیرازی دوشنبه. در این راه همه روزه چنین صحنه را دیدن ممکن است. هر صبح و شام ماشین‌های زیاد اینجا پسی هم تنبه می‌شوند. راننده‌ها عصبانی و مسافران خشمگین ساعت‌ها در میان راه در می‌مانند. در دیگر راه‌های دوشنبه هم عین احوال را می‌بینید. راننده‌های اتوبوس و ترالبوس‌ها سبب تنبه‌شوی را شیوه کاری تاکسی‌های به اصطلاح مردمی یا غیر رسمی می‌دانند. راننده‌هایشان را تنقید می‌کنند. حسابی عمومش کجایی که مقصد من میکنن سیوم پلاسه و دوم پلاسه من میکنن بسیار غم میتونن مقصد تاکسیستا اتوبوس گوناگور بکنن اتوبوس تاکسیستا خیلی مسافر هر گپ گفتم مگر ما دیگه طاقت میکنیم چیکار میکنیم. راننده‌های تاکسی‌های غیر رسمی میگویند آنها در ایستگاه نمی‌ایستند زیرا میدانند که جریمه میشوند. چشم‌پوشی برخی ناظران راه به بی‌اعتنایی رانندگان به قاعده‌های حرکت، رشوه‌ستانی، کافی نبودن توقفگاه‌ها از سبب‌های دیگری تنبه‌شوی ماشین‌ها خوانده می‌شود. ماشین 28 دقیقه راه مایده این راه‌های همین سیوزی میگیم هم دو پلاسام قصه ماشین 28 دقیقه وقت 5 10 ماشین می‌دازی 100 200 هزار ماشین دیگه. راه‌های بسته، فریاد و هیاهوی رانندگان ماشین‌ها به همدیگر زندگی مردم دوشنبه را هم مشکل کرده است. راهوی باشه خوبیت بالینسا میریت بیموردیت کسلی در خونش رفت اومدن سوز میشود. اکی تکنیک بسیار شو. بازم گوداکم هایکده است مایدام کانون موسفیدم. در ریاست خدمات نظارت و تنظیم در نقلیات دوشنبه افزایش ماشین‌ها را یکی از سبب‌های تنبه‌شوی نامیدند. دوم عامل این در تعمیر قرار داشتن بعض از کوچه‌های شهر دوشنبه که واسطه‌های نقلیه که در آن کوچه من فعالیت میکردن با همشفت دیگر کوچه ها گذارنده شدند که این از عامل‌های تنبه‌شوی واسطه‌های نقلیات بخصوص در وقت‌های شدتناک میشود. مصاحب ما بنیاد مترو و راه‌های دو طبقه یا استکادا را از راه‌های حل مشکلات و آسان شدن حرکت در دوشنبه می‌حسابد. در شهری که چند راه دو طبقه ساخته شد و تعمیر و بازسازی راه‌ها و وسیع کردن آنها ادامه دارد. در دوشنبه که بیشتر از 1 میلیون اهالی دارد، فقط 4350 تاکسی کار می‌کند. حساب ماشین‌های خصوصی نامعلوم است. روزانه هزاران ماشین دیگر از گوشه‌های دیگر تاجیکستان هم می‌آیند و می‌روند. با نظرداشت افزایش ماشین‌ها و جمعیت پایتخت، احتمال است که مشکل تنبه‌شوی ماشین‌ها در آینده نزدیک حل شود و ساکنان هم بغیر از تحمل این وضع علاج هم ندارند. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم انجام یافت. تشکر که ما را تماشا کردید. برای شما استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.